در اوکراین هزارها هوادار مخالف حکومت در میدان نزد پارلمانت این کشور در شهر کیف جمع شده از تقاضای وکیلان مخالف حکومت که انتخابات پیش از مهلت پرزیدنت و پارلمانت را در میان گذاشتند پشتیبانی کردند. در همین حال کوششی برکنار نمودن حکومت ناکام شد. مخالفین اوکراینی از قرار پرزیدنت ویکتور یانوکوویچ که از امضای سازش همپیمانی با اتحادیه اروپا خودداری نموده به روابط زیچ با مسکو میل نشان می‌دهد ناراحتند. در ارمنستان اعتراض به زیارت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از یریون ادامه دارد. اعتراضگران همان تقاضا دارند که پرزیدنت ارمنستان سرژ سارگسیان قرار ورود به اتحاد گمرکی زیر رهبری روسیه را بازپس خوانده به سازش همپیمانی با اتحادیه اروپا امضا گذارد. یک روز پیش پلیس ارمنی شماری از اعتراضگران را بازداشت نموده بود. حکومت آذربایجان بدون شرح و تفسیر زیاد نرخ بنزین و گاز طبیعی را 30% بالا برد. کارشناسان میگویند سبب این اقدام کاهش درآمد آذربایجان از نفت و گاز است. ساکنان این جمهوری خوف دارند که در پی نرخ بنزین و گاز نرخ اشیای دیگر هم افزایش خواهد یافت. در افغانستان وزارت امور زنان نشستی را بخشیده به مبارزه با خشونت بر ضد زنان دایر نمود. منصبداران امید دارند که پشتیبانی روحانیان شناخته به تحکیم موقع زنان افغان در جامعه کمک خواهد کرد. صرف نظر از بهبود نسبی احوال زنان، در افغانستان حادثه های تهدید، حمله و تعقیب زنان زیاد مشاهده می شود. 3 دکبر کشورهای عالم روز بین المللی معیوبان را جشن گرفتند. در شهر پیشور پاکستان صدها نفر هنرنمایی کودکان معیوب را تماشا کردند. در گرجستان باشد معیوبان در مرکز پایتخت گرجستان راهپیمایی کردند تا توجه را به مشکل و نیازمندی‌هایشان جلب کنند.